همون دستت کلا باید بنویسه، یعنی دست قطع نباید بشه. بریم برای اجراش ببینیم چیکار میکنیم. من و باد صبا مسکین دو سرگردان بی حاصل. 3:20. من از افسون چشم است و او از ساعت 7 بوی سوی من از تلاشمو میکنم که برسم. من از افسون چشم است مست. قول ندادم، گفتم که اگر برسم حتما خودم رو میرسونم. من از افسون چشمت مست. خب دقت کردید چه اتفاقی افتاد؟ من تلاش کردم که همه تمرکزم رو بذارم که وقتی که جواب سوال ایشون رو میدم دستم از نوشتن نمونه، یعنی همچنان به نوشتن ادامه بدم، جواب سوال ایشون رو بدم، فقط شعر خوندنم رو قطع بکنم و بعدش که دوباره میخوام شروع بکنم بخوندم حواسم باشه که از کجا قطع کردم و از بعدش دوباره شروع کنم. میدونم تمرین خیلی سختیه، اما با انجام دادنش و با استمرار در